سلام خانم محترم، مگه من عرض نکردم من شما نمیتونم ببینم؟ آقا من نمیخوام هیچ کس ببینم. 10 بار بهتون گفتم یه روز داداشش میاد، یه روز رفیقش میاد، یه روز عمش میاد، خالش میاد، امروز هم جناب عالی بلند شدی اومدین. آقا من به دوست داداشم گفتم آره بابا من اصول خورم، تا پولم اینجا نرید من هیچ کس رو نمیبینم. بچه‌م خانم اینجا تنها وای نسید، من خانمم خیلی حساس و غیرتی لعنتی اصلا میاد اینجا همه رو به هم میریزه. فهمیدید؟ آش نخورده و دهن سوخته بیچاره میشه. بفهمید دیگه، بفهمید دیگه. اوه بفهمید شما بودید؟ خیلی خوش اومدید. سر بیخوادی این کولر رو خاموش کن. خیلی خوش اومدید. میگم ببند این کولر رو، ببند بزن کولر رو. بله برو یه چای هم دم کن، دمی باشه ها.